بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. اینک ما درس خود را دوام میدهیم از کتاب حقوق دعت الیها الفطرة و قررتها الشریعه، یعنی حقوقی که به طرف این حقوق فطرت سالم دعوت کرده است و فرا خوانده است و این حقوق را شریعت برقرار و رسمی کرده است. کتاب از آن شیخ محمد صالح العثیمین الله رحمتش کند و مغفرتش کند، همچنین برای والدینش و جمیع مسلمانان را نیز الله سبحانه و تعالی مغفرت کند. در این کتاب طوری که در ابتدای کتاب خواندیم، شیخ 10 تا از مهمترین حقوق را ذکر میکند و اول این حقوق طوری که گذاشتیم این حقوقی و که بگیم حق الله بود که از همه ضرورترین حقها حسابیده می شود. دویم حق پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گذاشتیم. سوم حق والدین گذاشتیم. اما خیلی است. و در درس چهارم گویم یا که بگیم در حق پنجم یا چهارم حقی اولاد فرزندان را گذاشتیم. خیلی است. امروز باشد الحق الخامس حقوق الاقارب. حق پنجم این حقوق اقارب است، یعنی که حق خویش و تبار، خویشاوندان. می فرماید للقریب الذي يتصل بك في القرابة كالأخ والعم والخال وأولادهم وكل من ينتمي إليك بصلة فله حق هذه القرابة بحسب قربه. یعنی همون قریبی که یا که بگیم خیشی که به تو پیوستگی دارد، فی القرابت یعنی پیوستگی قریبی دارد، به تو قریب است. مانندی مثال گیریم برادر و عمک و تقا و فرزندان اینها و کلی یا که هر کسی که به تو علاقگی دارد، یعنی به تو نسبتی علاقگی دارد، یعنی که میگوی که اینا من به اینای علاقه دارم. چه علاقه؟ یزدان میشد، خواهرم میشد، دخترم میشد، امین خواهرم میشد. هر کسی که به تو یعنی صله دارد، صله یعنی پیوستگی دارد، فله حق هذه القرابه. انا همون کس حقی خویش و تباری دارد. حقی چی دارد؟ حقی قرابت دارد. با می فرماید که به حسب قربه، با موافق به همون نزدیک بودنش. میدونید که مثال از عمک دیده برادرتون با شما نزدیک تر است. میدونید از پسر عمک دیده عمک با شما نزدیک تر است. میدونید از نبیره هاش دیده پسر عمکاتون با شما نزدیک است. برای می شیخ می فرماید که به حسب قربه، با موافق به همون چه نزدیک بودنش، یعنی چقدر خیش نزدیک باشد همه قدر با چه حقش بلند شدن میگیرد. قال الله تعالی، الله تعالی می فرماید و آتی ذا القربى حقه. و آتی بمعنی اعطی، یعنی عطا بکن، بده. ذا القربى ای صاحب القرابة منك نسبا، کسی که صاحبی قربت دارد، یعنی که خیش هسته به تو یا که به تو نزدیک هسته از روی نسب. انا همون خیشتا چکا کن؟ حقش بده. گفتی صلی الله تعالی و آتی ذا القربى حقه. یعنی کسی که به تو در نسب نزدیکی دارد همون حقشته. سوره اسراء آیه 26.
و قال و نیز الله تعالی می فرماید واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. اینو گذاشتیم در درس گذشته سوره نساء آیه 36 اونجا که شیخ الاسلام در اساس همین می فرماید که اعظم ما امر الله بالتوحید و اعظم ما نهى عنه الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. الله را عبادت کنید و با او یگان کس و یگان چیز را شریک مقرر نکنید. هم خلاص این دلالت به چی کرده شده است؟ دلالت به آن میکند که اولین چیزی که تعلیم گرفتنی او، دانستنی او و طبق آن عمل کردن واجب و حتمی است، این توحید است. و اولین چیزی که باید از وی انسان دور شود، کنار شود و نسبت او تعلیم گیرد تا اینکه نافتد در او، این شرک است. فهمیدید؟ هر یک چیز اگر عکسش انسان یاد گیرد دیگه یعنی که همون چیز باید روشن‌تر می شود. برای خاطر که توحید نقض دانی با قوت و خشوع دانی او را باید که تو شکننده‌های توحید هم آموزی، نواقض اسلام. مهم و بالوالدین احسانا، یعنی پروردگارتون امر می‌فرماید که نسبت والدین چیکار کنید؟ احسان کنید. و بذی القربى، و با صاحبانی، یعنی که با همون کسانی که با تو در نسب نزدیکی دارند. یعنی والمراد بذی القربى ای بصاحب القرابة منك نسبا میشود. بصاحب القرابة منك نسبا، یعنی نیکی کن به آن کسی که وی صاحبی نزدیکی دارد، قربت دارد به تو. هر جا که کلمه قریب بعد از وی من بیاد، من به معنی اعلام شد، این از یاد نبراره. مثال گرم میگوید که قریب بیتی قریب من المسجد، یعنی خانه من به مسجد نزدیک است، از مسجد نزدیک نمیشه. اگر دور گوید بیتی بعید عن المسجد، عن استفاده برده می شود. خلاص الله را عبادت کنید و با او یگان کس و یگان چیز را شریک مقرر نکنید. و بالوالدین احسانا، و با والدین احسان کنید. و بذی القربى، و با خویشاوندان. فیجب علی کل قریب ان یصل قریبه بالمعروف. واجب است به هر یک خویشاوند چیکار کند؟ به خویشاوند خود طبق نشانداد شریعت علاقه دار باشد، صله را رعایت کند. میفهمید که یجب علی کل قریب، به هر یک خویش واجب است چیکار کردن؟ واجب است ان یصل، یعنی که صله کند، یا که گویم چه رفت و آ کند، قریبه با خویش خودش بالمعروف طبق نشاندادی شریعت. چون که معروف گفته عرف هم میگویند، موافق به هم عرف عادت، و بعضی عرف هست که مخالف شریعت است. برای من شریعت گفتن خوبتره. اکنون صله به خویشاوندان با چیز می شود؟ با کدام نمون می شود؟ نوعش چه خیلی است؟ ببذل الجاه می شود که انسان با صرف کردن منصب، با صرف کردن منصب. مثلا میدونی که گپی تو در یک جا میگذرد و خیشت باشد گپش نمیگذرد، فهمیدید؟ کارش پیش نمیره. تو از منصبت استفاده برده چیکار میکنی؟ مو خیشت یاردم میدی. فهمیدید؟ بعضی انسان هست که روی منصب برومد تمام خیشت باره خاطرش میبره. فهمیدید؟ ببذل الجاه، جاه گفته اینا زبانی میگه، مقام رتبه. باید که همون رتبه که تو را الله تعالی دادگی است، قدر و ارزشی که تو داری، مثال از خیشت باره دوره دریغ نداری. و نفع البدنی، باید که تو صرفه کنی. بذل گفته صرف کردن میگویم، صرفه کردنی فایده بدنی. فایده بدنی نه فیزیکی میگونی، نه فایده بدنی این که مثال میدونی که همسایت یک کار کرده ایستاده است، رفته به تنت یاردمش ده. مثال گیریم غش میبردارد یا یاردمش ده، یک چیزی میفرورد یاردمش ده. این هم در چی میشود؟ صله خویشاوندی میشود.
و نفع المالی و فایده مالی چیکارش میکنی؟ صرفه میکنی، یعنی بی پول باشد و پول او را تأمینش میکنی. بحسب ما تتطلبه قوة القرابة والحاجة. اینم با میگوید که یک موافق داره، موافق به همون قوتی با چی؟ خیشاوندی که طلب میکند اینه، یعنی که اگر چقدر خیشی با قوت باشد، به قوت چقدر یعنی که مثلا نزدیکتر باشد، با طلباتی هم چی میشود؟ زیادتر میشود. والحاجتی، یا که خیش بگذار خیشی دور است لیکن محتاجتر است از اون خیشای نزدیک تا دیده، خیشی دورت بسیار محتاج، یعنی احتیاجش بلند است. انا موافق به همون یعنی حاجت شدیده چیکار میکنی؟ بحسبی بحسب ما تتطلبه، همون موافق به طلبات حاجتش. فهمیدید؟ مثلا بعضی انسان هست که مثلا میدونید که اگر همین پول و پیسه دارد با تیتش اگر چیکار میکنه؟ یک اسراف میشود، یک کاری بیزه میشود. و هذا ما یقتضیه الشرع والعقل والفطره. این همون چیزی است که شریعت طلب میکند، اینه عقل سالم طلب میکنه و فطرتی آباد همین طلب میکنه. کسی که فطرتش تازه است، حتی کافر هم به خویش تبارش رفت آب دارد، هم خلاصه. و ما بالو که یک انسانی که در اسلام هستن میگوید بچه با اینها رو چه خیلی قبول نمیکنن، خصوصا اون انسانی که در اسلام هستن باید که شریعت دانند که شریعت از او همین طلب میکنند، عقلش در جوش باشد دیگر همین طلب میکنند، فطرتش سالم باشد باید انمی کارا رو خودش ناز کنترل کنند. وقد كثرت النصوص في الحث على صلة الرحم. دلیل بسیار آمدگی است. نصوص گفته یعنی که متن دلیل از قرآن و از حدیث خیلی هم نصی بسیار آمده است، دلیلی بسیار آمدگی است. آیدی چی؟ امر به صله رحم. حث گفته یعنی که چی میشد؟ به شورش آوردن، یا که امر فرمودن. خیلی هم نصی بسیار آمدگی است. آیدی چی؟ که در بیان امر به صله رحم. صله گفته پیوست و علاقه کردن، علاقه داشتن. رحم گفته همون خویشاوندی را میگه. و هو القریب، مراد از رحم چی بوده است؟ قریب است، یعنی که خویش میگه. و ترغیب فی ذلك، اینجا فقط کثرت النصوص فی الترغیب فی ذلك. اینم همین خیلی یعنی که دلیل بسیار آمدگی است. آیدی چه هوسمند کردن در این، یعنی چنان دلیل ها آمدگی است از قرآن و حدیث که این دلیل ها انسان هم تو آرام نمیموند، به رغبت و به حرکت و در جنبش میداره، اگر به شرطی که انسان همون چی آیت و این دلیل ها رو فهمد و در جنبش میداره، یا که فهمد و عامل در اساس اینها باشه، ایمان داشته باشه و ایمانش او را ناراحت میکنند، جنب حرکت کنه. خیلی تو همین آیت میخوانی، همین حدیث میخوانی، به خویش تبارت داخل میکنی. ففي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه، در هر دو صحیح یعنی در بخاری و مسلم روایت آمده است از ابو هریره که نام اصلیش عبدالرحمن بن صخری دوسی می باشد رضی الله عنه، ان النبي صلی الله علیه و علی آله و سلم قال، که پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم چنین فرمود، قال گفت ان الله خلق الخلق، هر آینه الله تعالی خلق را آفرید. یعنی خلق در اینجا به معنای مخلوقه، تمامی مخلوقات الله تعالی آفرید. حتی اذا فرغ منهم، وقتی که همون مخلوقات را آفریده شد، فرغ منهم یعنی همش آفریده شد، قامت الرحم فقالت، در همون که از میان مخلوقات یعنی که رحم گفته اینه خیش تباره، اینه که الله تعالی یک امانت یک صورتش کرده گفته صداستی، فهمیدید؟ همین خیش تباره، همین خیش تباره خیز بر طرفی الله سبحانه و تعالی. چه خیل است این الله خودش میدونه، یعنی همین مثال گرم رحم خیش تباره خیز. گفت هذا مقام العائد بك من القطيعه، جا و مقام
یعنی این است، همین است مقام آن کسی که به تو پناه میبرد از چی؟ از قطیعه، یعنی از جدا شدن از خویش و تبار. خب یعنی این به معنای اون که مثلا همون خویش و تباره یا که اون خویشاونده از الله پرسیده است که چی مقام دارد؟ چی مقام دارد همون انسانی که پناه میبرد به تو از چیکار کردن؟ از جدا شدن از خویش و تبار. یعنی صفتی خوب است که انسان میگه که اعوذ بالله، من پناه میبرم به الله، یعنی الله من نگه دارد از چیکار کردن؟ از جدا شدن از خویش و تبار. الله تعالی فرمود فقال الله نعم بله اما ترضین ان اصل من وصلك و اقطع من قطعك، مگر تو راضی نمیشوی که من یعنی علاقه باشم به کسی با تو علاقمند باشد و علاقه را قطع کنم از کسی که علاقه را از تو قطع میکنم. الله تعالی همون خویشاونده را گفت که میخواهین که مگر تو را معقول نیست که من همین خیلی شرط ماندگی هستم که کسی به تو رفت آ کند من به او رفت آ میکنم، کسی رفت آ را از تو قطع کند من از او چیکارش میکنم؟ علاقه را میکنم. معناش فهمیدید نه؟ یعنی چنان یعنی که خویشاونده رتبه بلند داشته است که وای خویشم معقولش نیست، خویشم به من مناسبتی خوب نمیاد، تو کارداری بینش اول با شیخ ذکر میکنه. وظیفه تو خواهی که الله تعالی دائم به تو در پیوست باشد، دائم به تو علاقه داشته باشد، وظیفه تو و خویش نزدیکی دوره نغزه گنده های باید که تو رفت آلت به جا بیار. به خاطر آن که الله تعالی چیکار کنه؟ به تو علاقه دار باشده، علاقه شرط تو نکنه. انامین دائم انسان باید پیش نظرش گذراندن گیره. قالت گفت که بله یعنی من راضی هستم گفتم. فذلك لك، نباشد ان همین است مقام تو همین است. مقام یعنی همین وظیفه بری تو معقول نیست؟ گفت که معقول من. گفت که نباشد همین وظیفه تو، یعنی که مقام تو. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بعد از آن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت اقرأوا ان شئتم، اگر خواهید بخوانید قول الله را. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. این خطاب به منافقان است. همین آیات اصلا خطاب به منافقان آمده است در سوره محمد آیه 22 تا 23. یعنی فهل عسيتم ای لعلکم، در اینجا عسیتم به معنای چی؟ لعل آمده است. لعلکم والمخاطب هم المنافقون، یعنی کسانی که به اونها خطاب کرده شده است الله تعالی با کیان؟ منافقا هستند. بگو برایشون فهل عسیتم، شاید شما ان تولیتم، یعنی اگر اعرضتم عن الاسلام، شما اگر از اسلام رو گردانید، ان تولیتم، اگر شما از اسلام رو گردانید، در نتیجه میدونید حالتان چی میشود؟ ان تفسدوا فی الارض، در زمین فسادکار میشوید. یعنی اگر شما از اسلام رو گردانید در زمین تفسدوا، فسادکاری میکنید. فسادکاری منافقا در روی زمین یا که عموم در روی زمین فساد کردن از چی عبارت است؟ بعمل المعاصی، یعنی تفسدوا فی الارض معناش این که بعمل المعاصی، با انجام دادن کارهای معصیت. یعنی شما از اسلام دست کشید ای منافقا، این نصیحت شو کسای الله تعالی، کار شما فقط در روی زمین فسادی می شود به سبب انجام دادن کارهای معصیت. و تقطعوا ارحامکم ای لا تصلوا اقاربکم، از خویش و تبارتان جدا می شوید. و تقطعوا ارحامکم ای لا تصلوا اقاربکم، سیله کردن با خویش و تباره چیکار میکنه؟ از دست میتید. معلوم میشه که یکی از خصلت‌های منافقا
این از خیش تبار چه جدا شدن است، منکر اونها شدن، قطع شدن است. اولئک الذین لعنهم الله، اونها یعنی اون منافقا کسانی هستند که الله تعالی ایشان چه لعنت کرد، از رحمتش بی‌نصیب شو کرد. ای طردهم من رحمته، از رحمتش وی رو سور کرد، بی‌نصیب کرد. فاصمهم، وی ها را چیکار کرد؟ کرشون کرد، منافقا را کر کرد. از چی کر شده وی ها؟ عن سماع الحق، از شنیدن حق. و میدید حق هیچ نمیشنوند. و اعمى ابصارهم، دیده های اونها را، چشماشون کور کرد. ای جعل علیها غشاوة عن ابصار الحق، الله تعالی یعنی بالای چشم منافقا پرده قرار داد که و یا حق دیدن نمیتوانند. و قال النبی صلی الله علیه و علی آله و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیصل رحمه، کسی ایمانی به الله و کسی ایمانی به روز آخر داشته باشد باید که صله رحمه به جا بیارد، یعنی به خویش و توارش چه علاقه را کندن نکند. این حدیث بخاری روایت کرده است، یعنی در کتاب ادب. و کثیر من الناس مضیعون لهذا الحق، بسیار انسان ها هستند میفرماید شیخ که این حق پایمال میکنند، بسیار انسان هایی هستند که این حق پایمال کردند. مفرطون فیه، یعنی تجاوز کردن، یا که گویم پایمال کردن گویم خوبتر می شود، چونکه از کلمه این تفریط، یعنی که در حق، در رعایت حق کاستگی کردن، کمبودی کردن، نقصان کردن. تجد الواحد منهم لا يعرف قرابته بصله، میبینی یکی از مردم، وقتی به مردم صحبت میکنی از دنیا، یک کسی میبینی که خیش تبارشه با چه با رفت آن نمیشناسه، خیش تباره میشه ها یا خونش در کجا نمیدنم در کجا میده آخر نرفته، برای میفرماد که لا يعرف قرابته بصله، به سبب رفت آن خیش تبارش میدنه. هم تو میگی یک نام میگو که هم میگو که در کجا یک خیش داشتیم، انا میگی نامش میده تمام نمیشه. لا يعرف قرابته، خیشوش نمیدونه. لا بالمال، نه به مال میشناستش، ولا بالجاه، نه به وظیفه و منصبش میشناستش، ولا بالخلق، نه به اخلاق. فهمیدید؟ یعنی نه به مال او را دستگیری میکند که بگیم که این خیش برای ما دستگیرش میکند، نه مثال گیریم از وظیفه استفاده برده یاردم میته خیش تبارشه، نه اخلاق خوب قطعی چیکار میکنند؟ رفتار میکنند. باید انسان آخر اخلاقش به خیش نزدیکش تماما دیگر باشد. آقای شیخ میگو که بعضی انسان هست که در پوبلیکا در جمع آمد میبود همین قدر خودش آدمی خوب و معامله خوب نشون میتید، اما در خونش چه یک انسانی دغل درشت نسبتی خیش تبار خیلی هم بد معامله هست، در پیش مردم چیکار میکنند؟ خودش دیگر نشون میتید. تمضی الایام و الشهور ما رآهم، بعضی انسان ها هستن که به طور خود خیش تبار دارد، روزها میگذرن و ماهها میگذرن، حتی سالها هم گویم خطا نمیکنیم در این دور زمانه، ماهها میگذرن ندیده وی ها را. فهمیدید؟ ولا قام بزیارتهم، زیارتشون هم نکرده است. ولا تودد الیهم بهدیه، با اونها مهربانی دوستی هم نکرده است به طریق هدیه بخشیدن. خلا گفته کدوم که همون از بازار دو تا نان بازاری گرفته خانه شون رفته که نیست. خلا شکل یک تعبیر خودمون میبینیم. ولا دفع عنهم ضروره، یگون چیزی ضروره شونه چیکار نکرده است؟ از ویها حمایه نکرده است یا که طرف جانبداری نکرده است. او حاجه، یا که یگون حاجت شونه حمایه نکرده است. اینا محتاجن، به کس ماندگی هستن، خصوصا با کسانی که با یتیم دارن و کم بغلن. بل ربما اساء الیهم، با بسیار وقتا بر ذنب دستی مدد دراز نکردنش بسیار حالتا می شود که با اونها بدی کرده است. بالقول
چی به سخن کاری بد، سخنای زشت گفته، بد گفته است، او بالفعل یا فعلا او را شق زدگی. همه خیلی هستن که بینی عمکو، بینی پسر عمکو، بینی پسر تاقوان میخیل چی قباحت شدگی است. همین سبب چه؟ سبب ایمانی به الله، ایمانی به روز آخر ضعیف بودنش. او بالقول او فعلی جمیعا. بعضی انسان هستن که هم نزده باشتم که به هم دهنش گفته چیکار کرده است، کاری بد کرده که قطعی همشه خیشش، یا که گویم مثال گریم به دهنش گفته که نباشد من زبونم حیف نمیکنم گفتم شرط زده برفته که معیب کرده. یا که بعضی انسان هستن که هم به دهن حقارت کرده و هم فعلا اور زدگی اوزار دادگی است. یصل البعید و یقطع القریب. قطعی بیگونه ها آدمای دور می رفت و آن میکند، دور اکاخان میشود و خیش تبار نزدیکش قطعی بریده خونی عمق نمیرد. با عمکا با پسر عمکا قهره شده است. خیلی که قهره میگیدن جمان قهره میگید یعنی قهره شده است. انا میبینید که یک دو یار و دوستی نو پیدا کرده است که یک از شرق یکش از غرب است. همین خیلی سبحان الله مصیبت در تاجیکستان هسته. و من الناس من یصل اقاربه ان وصلوه. با از مردم همین خیلی انسان‌هایی هستند که به خویش تبارش به خویشاوندانش رفت و آ میکند اگر باید رفت و آ کنم بود. یعنی قرض میگوید که من خونه معمه کم مگم رو من هفته گذشته اومدم و نروم من میخندم و چی میگون اومد، یا که فلانی توی کرده خیز بچه رو بید که باید توی دادر اد آمدگی بود اگر نروید خفه میشن. قرض اومد باید اگر موقع گفت که مثال من نمیرم میگو بایش گفتن نامده بود که بخاطر نه بهونه کرد و کار میرم گفته و کار نرفته بود. همه خیلی هست این انسان. برای میفرماد که و من الناس من یصل اقاربه ان وصلوا. از مردم هستند کسانی که به خویشاوندانش رفت و آ میکند اگر باید رفت و آ کرده باشند. و یقطعهم اذا قطعوه. و اونها قطع مناسبت میکند، قطع صله میکند اگر باید قطعش کرده باشند. نمیرن دست از او. چند سالشون میگود دادم پدرم گذشتنشون میگود یک ورقه درمون ندارم نمیرن میگود. و هذا ليس بواصل في الحقيقه. در حقیقت چنین کس واصل نمیگوید. واصل کسی رو میگن که به خویش تبار پیوستگی داره. حال نسبتی واصل کی بدون چی بدونش شیخ میفرماید. و انما هو مکافئ. یعنی کسی که اگر خویشم بیاد میروم نبیاد نمیروم، اینه همونی که خویشم آمده است منم اکو یک بار من میگفتی که آدمه، اینه در حقیقت واصل نمیگوین. این یعنی که سیله خویشاوند را به جا آوردگی نمیگوین، اینه مکافئ میگوین للمعروف. یعنی برای کاری پسندیدن مکافات بخشیدن. همین فلانه اومده بیده که یعنی مکافاتش بخشید. مکافاتش چی میبخشید؟ من هم میروم. اینو در بیگونه را میکنید که یک بیگونه خیلی شده است که دیدن شما اومده است. بعد چیکار میکنید؟ بعد میگید که بیام کن یک برو. انا یک کس میپرسیدتون که وقت خیش نیست برای چی میروی؟ حتما میگید که یار برادر من یا خیر یک برو. اینه سیله نمیگون که با آدم با بیگونه سیلگی نداره. دم خیلی اینه مکافئ میگن در مقابل کاری نیکش. من یک وقتا میگم در بیمارخانه افسیده بودم، خیش تبانم خبردار بودم این گرچنده که بیگانه بود دیدنی من آمد که من روم. اینه مکافئ میگن، یعنی که مکافات بخشیدن للمعروفی در مقابل کاری نیکش. بمثله رنگی همون آمد من هم میروم. و هو حاصل للقریب و غیره. این کاره همه میتوند کردن، هم برای نزدیک کردن میتواند، هم برای غیر نزدیک، یعنی هم برای خیش هم میتونی کردن اینه، هم برای غیر خیش هم میتونی کردن. فإن المكافأة لا تختص بالقریب. مکافات بخشیدن این خاص به نزدیک نمیشود. یعنی این در بیگونه هم کردن میتونی که اومده روان مگم. والواصل حقیقتا هو الذي يصل قرابته لله. نگاه کنید.
یعنی به خویشاوندان رعایت میکردگی صله از روی حقیقت و کسی را میگویند که به خویشاوندانش رفت و میکند صرف برای الله. نمیگوید که نمیشه دفترچه نمیبیند که کدام چیز اومده بود در یک سال چند بار اومد که منم مقربم. نمیگوید لله آمده نه آمده کاردار نیست. ولا یبالی سواء وصلوه ام لا، پروا ندارد. لا یبالی پروا ندارد خواه و یا به او رفت و کردن ام لا یا نکردن، چون که این کارش لله هم کرده ایست است. خب برای خاطر این که کارت لله هم کنی اول تو باید که الله را شناسی. همش مشکلی در همین چیه؟ در همین الله را نشناختنشونه. كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، چنانه که در صحیح بخاری آمده است روایت از عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما ان النبي صلی الله علیه و علی آله و سلم قال، که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود: لیس الواصل بالمکافئ. نگاه کنید، یعنی واصل نیست. واصل گفتیم که به خویش و تبار علاقه دار نیست اون کسی که چیکار میکند؟ مکافات میبخشد. مکافات میبخشد. ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، یعنی به خویش تبار از روی حقیقت خویشاوند را رعایت میکرده کس، اون کسی را میگون که اگر مبادا خویشش از او جدا شده باشد این چیکارش میکنه؟ پیوستش میکنه. یعنی خویش کنده کرده ایستاده است، این چیکار میکنه؟ رفته میبنده. انا همین واصل میگویم. اما اینکه اومده منم رفتنم در کار، نامده من نمیروم، این واصل نیست. این مکافئ میگویم. فهمید؟ مکافئ اینه دیگه در بیگونه را میکنه گفت کشه. حدیث بخاری روایت میکنه در کتاب ادب. گفته الله اعلم کتاب ادب المفرد میگه، صحیح حسن نه، چون در کتاب ادب المفرد نده، کتاب حدیث ضعیف هم داره. وسأله رجل فقال یا رسول الله، یک نفر از پیغمبر چنین پرسید، گفت ای رسول الله، ان لی قرابة اصلهم و یقطعوننی. ای پیغمبری الله، گفت من خویش تباری دارم که من به ویها رفت آن میکنم و یا رفت آن را از من قطع میکنم. فهمیده؟ یک کس پرسید پیغمبری که ان لی قرابه، من خویش دارم، خویشاوندان دارم، اصلهم یعنی من با ویا پیوستگی علاقگی دارم، و یقطعوننی و یا باشه من جدا میشم، و احسن الیهم و یسیئون الی، من با ویا احسان میکنم، عیبشون میپوشونم، یاردمشون میکنم، یعنی در خرسندی و در غمشون اشتراک میکنم، و یا باشن یسیئون الی، به من بدی میکنن. یعنی و احلم عنهم، من به اونها حلم میکنم. معنی حلم نجه ای انا اکتم غیظی عنهم، من کارای ناجویی و یار دیده غضب مفروم میبرم. یک کارای غضبناک میکنه، در حقم ناحق میکنه که من غضبم رو از ویها میدارم و از افعال قبیحشان چیکار میکنم؟ صبر میکنم. من این حلم میگویم. فهمید؟ من حلم میکنم از کارای رفتاری بدی ویها. و یجهلون علی، و یا باشند نسبتی من جاهلانه رفتار میکنن، و یا باشند چیکار میکنن؟ یجهلون علی، نسبتی من جاهلانه رفتار میکنن. این چی میشه؟ فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که لئن كنت كما قلت، اگر قسمیات واقعا همین خیلی باشی، چه خیلی نقل کردی، تو بایا مثلا رفت آن میکنی و یا قطع میکنن، تو بایا احسان میکنی و یا در مقابل بدی میکنن، تو یعنی غضبت از کارهای قباحتی که در شأن تو میگوین گذشت میکنی، غضبت میداری، باش که صبر میکرده باشی، و یا نسبت تو جاهلانه رفتار میکرده باشن، همین گفته ها واقعی باشن، فکأنما تسفهم المل، این خودی که تو در دهان ویها خاکستری گرم میپوشی.
فکأنما تصفهم المل، یعنی اگر همین گفته‌ها درست باشن این به مانند همین بود است که این رفتار تو برای ویها خودی که در دهنشان خاکستری یا که لخچی سرخ گرم پرتفته باشی. فهمیدید؟ بعضی انسان نیکیش میکنید، نیکی‌های شما برای وی علاوه میتوان، فهمیدید؟ لیکن شما برای ویها علاوه میتوان گفته باید که چیکار نکنید؟ از این نیکی دست نکشید. انا چنین کسی که همین کار به جا آوردن میتوند، پیغمبر صلی الله علیه و آله چیزش گفتن ولا یزال معك من الله ظهیر علیهم ما دمت علی ذلك. نگاه کنید و همیشه همراهی تو از طرف الله یاردمچی به مقابل ویها. یاردمچیه؟ فرشته. الله تعالی دایم قطعی تو یک فرشته رو میتد که از شر خیش تبارد، از بدی هاشون تو را و از طرف الله معمول شده است که حمایت کردن میگیرد، یگون ذره به تو ضرر رسوندن نمیتواند ما دمت علی ذلك، تا اون دمی که تو در همین خصلت هستی. همون روزی که تو هم گفتی من مونده شدم دیگه قطعی اینا رفت و نمیکنم، انا مو ظهیره تو دستگیر جانبداری تو از طرف الله، حمایه‌گری تو چیکار میکنن؟ الله تعالی بیم میگیرد بس سونه بخش تبارد و بحضیر چیکار کنن با تو میکنن. رواه مسلم، حدیث مسلم روایت کرد. فهمیدین که حدیث خوبه یکم رو من میشون رو سگم. لو لم يكن في صلة الرحم إلا أن الله يصل الواصل. نگاه لو لم يكن في صلة الرحم، اگر در میگود رفت و آب خیش و تبار هیچ چمکی نباشد، یعنی هیچ چمکی نباشد الا ان الله يصل الواصل في الدنيا والآخرة، مگر همین که الله تعالی به خیش تبار رفت و آب میکردگی در دنیا و آخرت چکار میکنه؟ علاقه دار میباشد. همین مگر کفایت نیست؟ یعنی که مثلا من هم به خیش تبار رفت و آب میکنم، من قادم رسواهیم ناشکرم، پس چی میشد داری من؟ شیخ میگه که هیچی نباشد آخه الله تعالی دائم به تو در علاقه است کو فی الدنیا والآخره، در دنیا آخرت قطعی تو علاقه منده الله تعالی. فیمده بالرحمه، او را مدد میرسانده میسد. ما شخصی واصله به خیشتبار رفت و آن میکردگر یمد مدد رسانی میکند بالرحمتی و ییسر له الامور، کاراش آسان میگرداند و یفرج عنه الکربات، غم و اندوهش از او چکار میکند؟ برطرف میکند. همین مگر کفایه نیست؟ بگذار از طرف خیشتبار همه قدر به خیشتبار تو رفت آ میکنی، نغزی میکنی، از کارهای بدشون غضبت میداری، صبر میکنی، هیچ از طرف وای دیگه امید نیست، لیکن برای تو کفایت است که الله به تو دائم در علاقه در دنیا آخرت. کفایت است مگر برای تو بسندگی خرسند نیستی که الله تعالی به رحمتش تو را مددگار می باشد، کارات میسر میکند، غم و اندوهت از تو دفع میکند. مع ما فی صلة الرحم من تقارب الاسرتی، نظر به آن نکرده که در صله رحم در خشت تبار، یعنی در رعایت کردن خشت تبار میگود این چه؟ من تقارب الاسره، این یکی از نزدیک شدن عائله هاست. فهمیدید؟ یعنی چقدر که انسان صله رحم به جا بیارد همین قدر عائله ها به یکدیگرش چی میشن؟ نزدیک شدن میگیرن. و توادهم، به یکدیگر دوست میشن. و حنو بعضهم علی بعض، بعضی از خویش تبار نسبتی بعضی دیگر دلسوزی و مهربانی پیدا میکنن. حنو و تشدید داره. و معاونت بعضهم بعضا فی الشدائد، یعنی همین صله فایدهش همین است که یکدیگرشون در کارهای سختی دستگیری و جانبداری میکنن. و سرور و البهجت الحاصلة بذلك، و شادی و خرسندی رو میدهد بذلك، به سبب این چی رفت آب خیشتبار. کما هو مجرب معلوم، چخیلی که در تجربه دیده شده آدم معلوم است. یعنی کسی که اگر تجربه کرده باشد چقدر که به خیشتبار رفت آب کرده باشد حس میکند که عائله ها نزدیک شدن و دیگرشون دوست شده هستند، هم خیلی دلسوزی یکدیگر شده هستند، دستگیری همدیگر شده در سختی ها، شادی و خرسندی شده و مجربون، این در تجربه آدم ها دیدگی هم میگود
معلوم است میگوید و کل هذه الفوائد تنعکس هم یعنی می فایده که در بالا ذکر کردیم که همینا عکسش میشوند. یعنی اگر کسی که حینما تحل القطيعه یعنی بجای خیش تبار و خیش تبار رفت او کردن، اگر قطع فراید در بین خیش تبار، تحل ای تنزیل، اگر فراید میگوید قطعی سله شود در بین خیش تبار چی میشه؟ و یحصل التباعد یعنی دور شدن روی دهد بجای پیوست شدن، همین گفته‌های بالا عکس می شود. یعنی بجای اینکه خیشتبار باید دیگر نزدیک شوند دور می شوند، بجای اینکه باید دیگر دوست شوند دشمن می شوند، بجای اینکه یعنی که باید دیگر دلسوز باشند نسبت یا دیگر چی می شوند، یعنی نفرت آور می شوند، بجای اینکه مثال گیریم دستگیری یا دیگر باشند در سختی ها چی میشن دستگیری نمی کنند، خودش کرده خودش عذاب کشد میگم همین خیلی. بجای اون که یعنی که شادی و خرسندی روی دهد پشتین تو غم و اندوه هسته، همین اکرم در کدام حالت روی میدهند وقتی که کارهای نصیحت‌های در بالا ذکر شدگی عکس آن کرده شود. اکثر یک چیز بوده کسی از خویش و تبار دست کشد. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.